second by second, you lose the opportunity to become the person you want to be. تا حالا شده کاری رو شروع نکرده رها کنی؟ خیلی وقتا برنامه‌های خیلی خوبی توی ذهنم دارم، ایده های خوبی دارم که اگه اونا رو عملی کنم میدونم که نتیجهش عالی میشه، ولی همیشه یه چیزی مانع شروع کردن من میشه. میترسم از اینکه شکست بخورم و یا حس میکنم هنوز برای شروع کردن آماده نیستم. 90% افراد هیچ وقت جرأت شروع کردن رو پیدا نمیکنن. تو این ویدیو قراره بفهمیم چطور ترس از شروع کردن رو کنار بذاری، روی هدفت تمرکز کنی و قدم‌های کوچیک برداری که تو رو به موفقیت نزدیکتر کنه. اول بگم همه ما شبیه به هم هستیم. هیچ کس از فرد دیگه‌ای برتر نیست. همینطور که در سال میلیونرهای زیادی به جامعه اضافه میشه و یا شخصهایی مثل کریس رونالدو یا دیوید گاگینز که از صفر شروع کردن و موفق شدن، پس چرا ما نتونیم؟ چند تا دلیل است که مانع انجام دادن یک کار میشه. اولیش ترس از شکسته. ما از اینکه اشتباه کنیم متنفریم. دوست نداریم که بقیه ما رو قضاوت کنن. خیلی موقع مردم میگن که وای اگه این کارو شروع کنم چی میشه؟ و جالب اینجاست که انقدر به نتیجه‌ای که هنوز رخ نداده فکر میکنن که دیگه فرصتی نمیمونه که اون کارو شروع کنن و این حس پشیمونی تا ابد باهاشون میمونه. همین الان به کارهایی که میتونستی انجام بدی ولی ندادی فکر کن. فقط حس پشیمونیش برات مونده. بحث بعدی مربوط به کمالگراییه. خب این یعنی چی؟ مطمئنا این واسهتون پیش اومده که هر موقع میخواین کاری رو انجام بدین به این فکر میکنین که باید همه چیز کامل باشه تا شروع کنید. چرچیل میگه کمالگرایی دشمن پیشرفته. بهتر ناقص باشی تا اینکه هیچ کاری انجام ندی. اینو در نظر بگیر که همه ما در انجام یک کاری کامل نیستیم و همه نقص‌هایی رو داریم. به مرور زمان میتونیم این نقص‌ها رو از بین ببریم. چینی‌ها میگن بهترین زمان برای کاشت درخت 10 سال پیش بوده و بهترین زمان دوم برای کاشت همین الانه. آره درسته. اگه چند سال پیش دنبال هدفت رفته بودی بهتر بود، اما دومین زمان ممکن همین الانه. هدفتو بذار روی موفقیت‌های کوچیک. اهدافی که توی ذهنت داری رو همین الان انجامش بده. مثلا اگه میخوای یه عکاس بشی، هر روز برو بیرون و از سوژه‌هایی که فکر می‌کنی زیبا هستن عکس بگیر. روز به روز بهتر میشی و بعد از یه مدت توی کارت استاد شدی. به جای اینکه روی نتیجه نهایی تمرکز کنی، روی کارهای کوچیک تمرکز کن. اینو به یاد داشته باش. همیشه میتونی چیزی رو که شروع کردی بهتر کنی، ولی هیچ وقت نمیشه کاری رو که اصلا قدمی براش نذاشتی رو بهتر کرد. بلا تکلیفی. این یکی از اون حسای خیلی ناجوره. دقیقاً مثل یه بیماری میمونه و اگه درگیرش بشی یهو به خودت میای و میبینی هیچ کاری نکردی. یادم میاد چند سال پیش میخواستم در مورد بازارهای مالی مطالعه کنم، ولی انقدر که گیج بودم نمیدونستم از کجا شروع کنم و ذهنم همیشه درگیر این بود که چیکار کنم. حدس بزن چی شد؟ هیچ کاری نکردم. از اون موقع تایم زیادی میگذره و من فهمیدم که اینجوری پیش رفتن جواب نمیده. تو باید یه تصویر واضح از هدفت داشته باشی و بدونی میخوای چیکار کنی. بی‌انگیزگی. انگیزه داشتن خیلی میتونه کمک بکنه، ولی یه مشکلی داره، تا یه جایی بات میاد. تصور کن میخوای برای یه امتحان آماده باشی. اولش خیلی باعث خوب میشینی و درس میخونی، ولی بعد از یه مدت خسته میشی و حواس ذهنت هم به چیزهای دیگه پرت میشه. این واسه همه آدما صدق میکنه. اینجا یه چیز هست که خیلی قوی تر از انگیزه است، اونم دیسیپلین یا همون نظمه. اگه 1 ماه برای امتحان فرصت داشته باشی و هر روز 5 ساعت برای درس خوندن بذاری، ممکنه هفته دوم اون انگیزه اول رو نداشته باشی، ولی تو باید هر روز 5 ساعت رو بذاری بدون اینکه چه حسی داری. اینو بهش میگن دیسیپلین. از کسایی که نظرهای منفی دارن دور شین. از کسی که هیچ وقت توی زندگیش هدفی نداشته دور شین. خدا تو رو متفاوت خلق کرده، پس کارهای متفاوت رو انجام بده. اگه قرار باشه تغییری در خودت ایجاد کنی، نیازمند اولین قدمه. همیشه افراد عجیب و غریبن که پول در میارن. افراد معمولی پولی در نمیارن. اگه تو همین مشکلات رو داری نگران نباش، این چیزی نیست که فقط تو باش دست و پنجه نرم کنی. خیلی‌ها همین حس رو دارن، اما یه سری راه حل هست که میتونه بهت کمک کنه. اولیش پذیرش ناکامیه. شکست رو جزئی از مسیر بدون و اینو در نظر بگیر که کامل نیستی. به شکست‌هات به عنوان یه درس نگاه کن. همین الان یه دفتر خودکار بردار و توی هر کاری که شکست خوردی یادداشت کن و بگرد دنبال دلیل شکستت. اگه این کار رو مدام تکرار کنی می‌بینی هر شکست علتی داشته و یه چیزی بهت یاد داده. بدترین شرایط رو تصور کن و براش راه حل بنویس. اینجوری ذهنت عادت دادی که در شرایط سخت مشکل رو حل کنه. چطور از فکر کردن به عمل برسیم؟ مشکل خیلیامون اینه که از همون اول میخوایم کار بزرگ رو انجام بدیم، اما واقعیت اینه که شروع با قدم‌های کوچیک راحت‌تره.
به جای اینکه به کل پروژه فکر کنی فقط اولین گام ممکن رو بردار. مثلا اگه میخوای یه کتاب بنویسی فقط یه جمله بنویس. بزرگترین پروژه ها با همین قدم های کوچیک شروع میشن. نگو که یه روزی شروع میکنم. فرضاً بگو من ساعت 10 صبح باید برم باشگاه. زمانبندی مشخص به تعهد و دیسیپلین رو میده. در کتاب نمیتوانی من آسیب بزنی از دیوید گاگینز یه جمله هست که باید چند بار مرورش کرد. اونم اینه که هیچ خط پایانی وجود نداره. فقط خودتی و تلاش‌های خودت. تو با خودت رقابت میکنی، نه هیچ کس دیگه. برای همین تمرکز تو بذار روی خودت. به حرفای منفی بقیه توجه نکن، چون مطمئنا کسایی هستن که هیچ وقت توی زندگیشون کاری رو انجام ندادن و به تو میگن که نمیتونی، یا بهت میگن این کارو نکن، هیچی تهش نیست. تو باید فقط حواست به خودت باشه، نه افکار مضر بقیه. مورد بعدی احساس مسئولیته. باید خودتو مسئول بدونی و به خودت قول بدی که باید کار رو تموم کنی. هر اتفاقی که بیفته مسئولیتش رو به عهده بگیر. جا زدن یعنی تموم شدن همه چیز. وقتی یه کاری رو شروع کردی مسئولیت شکست‌هایی که در مسیر هم داری رو باید به عهده بگیری. اینجوریه که توانایی‌هاتو برای حل مشکلات شکوفا می‌کنی. هیچ وقت زمان ایدال نمیرسه. زمان تنها چیزیه که شوخی نداره. پس همین الان شروع کن. چه کارهایی بوده که میتونستی انجامش بدی ولی ندادی؟